به نام خدایی که در ذات یکتاست و در صفات به همتاست. دوستان سلام، این بار شما را دعوت میکنم بر هیومن یورینری سیستم یا سیستم ادراریه یا سیستم ادراریه بدن انسان شامل 2 تا کلیه شما در اونجا میبینین و همچنان در ناحیه از نگاه آناتومیکی کلیه ها چگونه موقعیت اختیار نمودن و میبینیم. کلیه را کمی بلش کنیم، یعنی طول از 10 سانتی متر و معمولا 5 سانتی متر عرض داره و این ضخامت 2 اشاره چند است، وزنش 120 تا 170 گرم برده میتونه، متفاوت است با اشخاص. و بعد از این یوریترر یا حالی بین است و بعد یورینری یعنی بلادر هست، بعد یوریترا هست. این 3 قسمت گرده ها و حالی بین، مثانه و احلیل قرار داره. این از هیومن یورینری سیستم شاملش هست که در تصویر به شکل انیمیشن دقیق قابل تماشاست. حالا از نگاه شیپ شما میبینیم واتر، نمک و نوترین تو اینها را از یا فیلتریشن میکنن، یعنی وظیفه فیلتریشن وجود و تنظیم بالانسی وجود توسط یورینری است. در بالای از اینکه شما موج میزنه ببینین، یعنی حفاظت کرده توسط دیافراگم. شما اگر اندازه بکنیم گرده راست تا گرده چپ کج قرار داره. سعی کنین خب اینجا تصویر ببینین. حالا اگر ما کورتیکس از یا حاشیه از رو ببینیم، در اینجا کانوکس است که شما در این تصویر میبینید به شکل لوبیا مانند. پس بعد از این یوریتراس، رینال آرتریاس، رینال وین هست و غدوات لنفاوی هم در این موقعیت از ناحیه هیلیوم یا هیز وارد میشه. اگر ما یک مقطعی برداریم داخل کلیه را از نگاه آناتومی ببینیم که در قسمت کورتیکس که شما میبینین و قسمتش میدولا، کورتیکس حاشیه و میدولا مخ یا بینش. در قسمت میدولا که شما این تصویر کار می حوضچه‌های وجود داره و در اینجا یعنی گرده ما دیدیم از 2 قسمتش و شیپشان به شکل لوبیا مانند است و موقعیتشان در خلف پروتوان است. پس ما کورتیکس بیاین یک کمی از نگاه آناتومی باز کنیم. جاهایی که موج سبز هست نفرون هاست. نفرون واحد ساختمانی و وظیفوی کلیه ها هستند که فیلتریشن مواد در همین قسمت انجام میگرده. اگر ما یک نفرون رو باز کنیم و مکروس کنیم، این شکل در خود گرفته که در اونجا یعنی نفرون ها میلیون ها نفرون در اون موقعیت قرار داره. ولی نفرون از نگاه رینال تیوبول هستن که اینجا دیدین و از قسمت های ساخته شدن. فرض کنین در این موقعیت ما که شیرینیان و کپیلری در اینجا موقعیت داره به نام گلومرولاس، ناحیه گلومرول، ناحیه‌ای که فیلتر خون صورت میگیره، بامن کپسول یعنی ناحیه خودی اما قیف قرار داره که بعد از این گلومرول اگر ببینین چگونه خون واردش میشه و پس دوباره در شریان میره که پری کپیلری میگن و مقدارش به شکل ادرار میبینین فیلتر شد. این در یک نفرون انجام میشه در قسمت کورتیکس کلیه. امید است که از نگاه آناتومی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک این سیستم پیچیده مهم را یعنی دانسته باشیم. دکتر صاحبان عزیز، حالی بین 2 تا هستند یا یوریترا یا یوریتراس 2 تا هستند، به او خاطر حالی بین میگن. زمانی که میآیند در بلادر وارد میشن از همین قسمت یورینری بلادر یا ذخیره‌گاه ادرار یا به قول عربی مثانه و بعد از اینکه زمانی پر شد به تخلیه نیاز است. تخلیه توسط احلیل صورت میگیره یا یوریترر و یوریترا. و در اینجا کوتاه معلوماتی بود که شما در اینجا دیدین که معمولا فیلتریشن تا 2 ساعت